غده‌ای که کمکاریش باعث ناباروری میشه. تیروید یه غده پروانه‌ای شکله که جلوی گردن ما وجود داره و هورمون‌های T3 و T4 رو میسازه. هورمون‌ها سرعت متابولیسم بدن رو تنظیم میکنن و روی سوخت و ساز قلب، رشد، مغز و باروری اثر مستقیم دارن. وقتی تیروید به هر دلیلی نتونه هورمون‌ها رو به اندازه کافی ترشح کنه، بدن وارد حالت کمکاری تیروید میشه که سرعت عملکرد اندام‌ها در نتیجه این موضوع میاد پایین‌تر که این باعث احساس خستگی زیاد، افزایش وزن، ریزش مو و یبوست میشه. این موضوع توی خانم‌ها خیلی مهم‌تره، چرا که خانم‌ها 5 تا 8 برابر آقایون دچار کمکاری تیروید میشن. و از طرفی کمکاری تیروید اثر مستقیم روی باروری و سلامت جنین. اگر کمکاری تیروید درمان نشه، احتمال سقط و ناباروری خیلی میره بالا. که حالا توی پست بعدی خیلی مفصل‌تر درباره این موضوع میخوام صحبت کنیم. همراهمون باشید.